Mit jeder Sonne kommt ein neuer Tag. Mit jeder Sonne kommt ein neuer Tag. Mit یه حرف اضافه داتیو کننده است به معنی با یا همراهه. jeder Sonne، die Sonne به معنی خورشید. jede به معنی هر هست که صرف میشه، یه مثل صفت در واقع قوانین صرف صفت رو داره که مربوط به آدو هست. mit jeder Sonne برای فمینین در حالت نول آرتیکل داتیو صرف شده، پس mit jeder Sonne یعنی با هر خورشید. kommt ein neuer Tag یک روز جدید میاد. kommen برای روز صرف شده سوم شخص مفرد. der Tag هست و ein neuer Tag صرف صفت هست برای حالت نومیناتیو مذکر در حالت نامشخص. Ein neuer Anfang. ein neuer Anfang. دوباره جمله قبلی برای این قسمت ادامه در واقع پیدا کرده. mit jeder Sonne kommt ein neuer Tag und mit jeder Sonne kommt ein neuer Anfang. دیگه قسمت قبلی تکرار نشده. der Anfang به معنی شروع هست. ein neuer Anfang دوباره صرف صفت هست برای حالت مذکر، نومیناتیو و نامشخص. پس mit jeder Sonne kommt ein neuer Tag, ein neuer Anfang. یعنی با هر خورشید یک روز جدید میاد، یک شروع جدید. Die Hoffnung, dass heute alles besser wird als gestern. Die Hoffnung, dass alles besser wird als gestern. Die Hoffnung به معنی امید. امید که همه چیز بهتر میشه از دیروز. Das یه حرف ربط هست برای اینکه دو تا جمله رو به هم دیگه وصل بکنه. در واقع یه کنیونکسیون هست. alles به معنی همه چیز بهتر میشه، فعل میره ته جمله، als نسبت به گستن. در واقع اینجا ما صفت کمپراتیو رو داریم به اضافه als، مثل انگلیسی که میگیم better than، مثل than میمونه برای اینکه بخوایم بگیم بهتر از. Aber nicht für mich. aber nicht für mich. اما نه برای من. für یه حرف اضافه آکوزاتیو کننده است، پس من در حالت آکوزاتیو شده mich. aber nicht für mich. Ich heiße Ib und das ist meine Familie. Ich heiße Ib und das ist meine Familie. من ایب نام دارم و این خانواده من هست. Das ist یعنی این هست meine Familie که چون فامیلیه دی فامیلیه هست در واقع فمینین هست، پس شده meine. Die Crews. Falls ihr es noch nicht erkannt habt an den Tierfällen und der fliehenden Stirn, wir sind Höhlenmenschen. Falls ihr es nicht erkannt habt an den Tierfällen und der fliehenden Stern, wir sind Höhlenmenschen. falls مثل when میمونه، مربوط به سطح B1، یعنی اگر که در صورتی که شما این رو متوجه نشدید، فعل erkennen متوجه شدن یا تشخیص دادن، این در صورتی که اینو تشخیص ندادید، ihr فاعل ما هست یعنی شما دوم شخص جمع، به خاطر false که قاعدش عین when هست فعل رفته ته جمله. habt زمان گذشته است در حالت پرفکت، فعل کمکی haben هست و erkannt پارتیسیپ 2 فعل erkennen هست که زمان پرفکت مربوط به سطح A1 هست. falls ihr es nicht erkannt habt an den Tierfällen und der fliehenden Stern. erkennen an یعنی تشخیص دادن از روی Tierfällen. das Tier به معنی حیوان و die Fellen جمع der Fell هست به معنی پوست، یعنی Tierfällen به معنی پوست حیوانات میشه، پوست‌های حیوانات. یعنی در صورتی که اینو تشخیص ندادید از روی پوستای حیونا، منظور همین لباسایی که پوشیدن، und der fliehenden Stern، die Stern به معنی پیشونی هست، fliehenden صفت هست در حالت داتیو برای مؤنث، در حالت آرتیکل مشخص صرف شده چون که ان داتیوش کرده، die Stern شده der Stern، صفت من صرف شده و ان گرفته. fliehen هم به معنی فرار کردنه و هم توی فیزیک به معنی گریز از مرکز میده و fliehenden Stern fliehend پارتیسیپ 1 هست که پارتیسیپ 1 مربوط به سطح B1 که پارتیسیپ 1 و پارتیسیپ 2 میتونن به عنوان صفت باشن و صرف بشن. پارتیسیپ 1 هست ترکیب اینفینیتیو به اضافه د و این ان مربوط به صرف صفت هست. پس fliehenden میشه اینجا معنی در واقع عقب گرد پیدا کرده، یعنی پیشونی هایی که عقب رفتن. Wir sind Höhlenmenschen. ما انسان‌های غارنشین هستیم. Höhle به معنی غار هست، Menschen انسان‌ها، پس Höhlenmenschen انسان‌های غارنشین. Die meiste Zeit verbrachten wir in unserer Höhle.
Im Dunkeln. Die meiste Zeit verbrachten wir in unserer Höhle im Dunkeln. Die meiste Zeit. Die Zeit زمان meiste صرف صفت هست برای die Zeit و شده بیشترین وقت رو verbrachten wir. این حالت پرتریتوم فبرینگن هست. فبرینگن گذروندن، سپری کردن. فبراختن در حالت پرتریتوم یعنی ما گذروندیم، سپری کردیم بیشترین زمان رو این unserer Höhle در هولمون، در غارمون. im Dunkeln در تاریکی. Nacht für Nacht, Tag für Tag. Nacht für Nacht، شب به شب. Tag für Tag، روز به روز. Ja, Trautesheim, Glück allein. Ja, Trautesheim, Glück allein. Trautesheim, Glück allein دقیقاً مثل Home Sweet Home میمونه توی انگلیسی که در واقع میگیم انگار مثلا میگیم که خونه چی میگیم، مثلا میگیم که انگار میگیم که به به رسیدیم به خونه و آشیونه. نمیدونم واقعا معادل فارسیش چی میگیم، اما انگلیسیش میشه Home Sweet Home. حالا اگر معادل فارسیشو چیزی داریم که من نشنیدم لطفاً بگید بهم، خوشحال میشم که بدونم. Wenn wir doch mal rausgingen, dann im Kampf um Nahrung in einer rauen, feindseligen Welt. Wenn wir doch mal rausgehen, dann kämpfen wir um Nahrung in einer grausamen, feindlichen Welt. Wenn wir doch mal rausgehen. قاعده when هست که میتونه هم توی جمله اول هم توی جمله دوم باشه، هم معنی وقتی که میده و هم معنی اگه میده. خب میتونیم بگیم که وقتی که ما میریم بیرون، rausgehen جدا شدنیه، ولی اینجا چون که ما when داریم raus جدا شده رفته ته جمله، اما gehen به واسطه قاعده when که مال سطح A2 هست رفته تحتر جمله به عبارتی و بعد از raus اومده. پس شده wenn wir doch mal rausgehen، یعنی وقتی که ما بیرون میریم dann kämpfen wir um Nahrung in einer grausamen, feindlichen Welt. می جنگیم یا kämpften wir جنگیدیم، یعنی وقتی که بیرون میرفتیم یا میریم می جنگیدیم. kämpfen یعنی جنگیدن برای، واسه، یعنی می جنگیم برای Nahrung تغذیه in einer grausamen, feindlichen Welt. دی ولت دنیا که اینجا رفته توی داتیو شده این اینا ولت توی حالت داتیو و نامشخصه. گراوزام فایندلیشن جفتشون صفت هستن که در حالت داتیو صرف شدن، یعنی در یک دنیای بیرحم پر از در واقع دشمن. Für mich war es schon Kampf genug, meine Familie zu überleben. Für mich war es schon Kampf genug, meine Familie zu überleben. für mich برای من، für آکوزاتیو میکنه، پس من در حالت آکوزاتیو شده für mich برای من. war es schon Kampf genug برای من، کمپ یا جنگ به اندازه کافی بود meine Familie zu überleben که überleben بکنم یا جون سالم به در ببرم یا زنده بمونم از دست خانوادم. در واقع قاعده تو هست، تو به اضافه اینفینیتیو که باعث میشه که بعد تو در انتهای جمله میاد و بعد از اون اینفینیتیو میاد، مثل داس معنی میده، یعنی که، یعنی برای من به اندازه کافی جنگ بود که از دست خانوادم انگاری جون سالم به در ببرم یا زنده بمونم. Wir waren die Letzten in der Gegend. Wir waren die Letzten in der Gegend. ما آخرین ها بودیم توی منطقه. Die Gegend که اینجا شده این der Gegend در حالت داتیوه. Hatten mal Nachbarn. Wir hatten mal Nachbarn. ما داشتیم همسایه ها. Wir hatten haben در حالت گذشته پرتریتوم هست. Die Gurts von der Mama zertrampelt. Die Gurts اسم اون خانواده بود که الان نشون داد. Von dem Mammut zertrampelt. Von dem Mammut. Von dem Mammut. در واقع این حالت توی گفتار وقتی که سری میگیم به جای اینکه بگیم von einem میتونیم بگیم von nem. به جای اینکه بگیم eine میتونیم بگیم نه. مثلا ich habe مثلا میخوام بگم eine Katze میتونم بگم ich habe eine Katze. نه Katze. پس von dem Mammut یعنی از طریق یک ماموت zertrampelt. zertrampeln به معنی زیر پا گذاشتن، یعنی به وسیله یک ماموت زیر پا گذاشته شدن یا له شدن. این توی حالت پسیو هست، مجهوله که مجهول یه تیکه کوچیکش مال آدوه، ما بقیش مال B1 و B2 که توی B2 یاد میگیریم که بخوایم بگیم از طریق کسی اون کار اتفاق افتاده، اون کار پسیو. اگر اون کسی که اون کار رو انجام داده شخص یا جاندار باشه از فون استفاده میکنیم. پس اینجا ماموت گفتیم فون ماموت، یعنی از طریق یک ماموت اونا زیر پا گذاشته شدن و له شدن.
Die Hawks, von der Sandschlange verschlungen. Die Hawks که اون خانواده بود که الان نشون داد von einer Zahnschlange verschlucken در واقع هست که این پارتیسیپ وایش هست. verschlucken یعنی بلعیدن، قورت دادن، یعنی به وسیله یک Zahnschlange. دی شلنگ به معنی مار هست، Zahnschlange میشه مار دندوندار. به وسیله یک مار دندوندار verschlucken شدن، بلعیده شدن، قورت داده شدن. Die Erbs, Mückenstich. Die Erbs که اینایی بود که الان نشون داد. Mückenstich به معنی نیش پشه. Die Trox, grippaler Infekt. Die Trunks grippaler Infekt. اینفکت به معنی عفونت هست و گریپالا اینفکت برای صفتش هست که صرف شده در حالت نول آرتیکل و شده گریپالا ار گرفته اینفکت. اینفکت به معنی عفونت هست. گریپال همون گریپال یا آنفولانزایی گفته میشه، یعنی میشه عفونت گریپال یا عفونت آنفولانزایی. Wir sind die Croods. و ما کروکس هستیم. Wir sind die Croods. Die Croods sind noch da. Wegen meinem Dad. Die Croods sind noch da. Croods ها هنوز هستن، هنوز اینجان. wegen meinem dad. wegen هم داتیو میکنه هم گنتیو. در حالت نوشتار ما در حالت در واقع گنتیو استفاده میکنیم این حرف اضافه رو که گنتیو کننده است، مربوط به سطح B1 هست. اما در حالت محاوره و صحبت کردنی وگن رو خیلی وقتا در حالت داتیو استفاده میکنیم. مثلا میخوام بگم به خاطر تو، میگم wegen dir. پس wegen meinem dad میشه به خاطر پدرم. Er war stark und er hielt sich an die Regeln. Er war stark und er hält sich an die Regeln. اون قوی بود و sich halten an etwas یعنی انگاری که به چیزی پایبند بودن، یا انگار چیزی رو مثلا میگیم که من قوانین رو بهش پایبند هستم یا قوانین رو اجرا میکنم، ازش پیروی میکنم، میگم که ich halte mich an die Regeln. پس داره میگه که پدره یعنی اوی مذکر hält sich فعل انعکاسیه، برای سوم شخص مفرد صرفش کردیم. halten بی قاعده است، آیه املاوت گرفته. er hält sich an die Regeln یعنی به قوانین پایبنده یا قوانین رو رعایت میکنه. Die an den Höhlenwänden standen. Die an den Höhlenwänden stammen. این relativ Satz هست، یعنی دی برمیگرده به اون قوانین توی جمله قبل که این اونایی که an den Höhlenwänden stammen. ان اینجا داتیو کرده، دیوند جمع دیواند هست، دیوارها، و توی حالت داتیو شده an den Höhlenwänden stammen. stammen یعنی ریشه گرفته شدن، یعنی از یه جای مأخذ گرفته شدن، و دی an den Höhlenwänden stammen یعنی از دیوار در واقع گرفته شدن. یعنی چی از دیوار گرفته شدن؟ منظور اینه که اون قوانین روی دیوار نوشته شدن، مال رو دیوارن، یعنی رو دیوار هستن اینا. Alles Neue ist schlecht. Alles Neue ist schlecht. هر چیز جدیدی بده. Neugier ist schlecht. Neugier ist schlecht. Neugier میشه چی میگیم؟ مثلا این طرف خیلی Neugier هست، خیلی das habe ich vergessen. Neugier یعنی مثلا میگیم که طرف خیلی کنجکاوی schlecht بده. Nachts rausgehen ist schlecht. Nachts rausgehen ist schlecht. شبا بیرون رفتن بده. Praktisch alles, was Spaß macht, ist schlecht. Tatsächlich alles, was Spaß macht, ist schlecht. Tatsächlich یعنی در حقیقت همه چیز alles, was Spaß macht. هر چیزی که Spaß machen میکنه، هر چیزی که لذت آوره ist schlecht بده. Willkommen in meiner Welt. Willkommen in meiner Welt. به دنیای من خوش اومدین. Willkommen خوش اومدین. این داره داتیو میکنه، die Welt رفته توی داتیو و شده in meiner Welt. Aber diese Geschichte handelt davon, wie sich all das auf einen Schlag änderte. Aber diese Geschichte handelt davon, wie sich all das auf einen Schlag änderte. اما diese Geschichte این داستان، die Geschichte این دیز برای در واقع ضمیر اشاره یا demonstrative article و demonstrative pronomen هست که مربوط به سطح A2. یعنی این داستان اشاره داره میکنه این داستان، مثلا مثل this story هست یا مثلا هازه عربی. handelt davon handeln von etwas یعنی درباره چیزی بودن، یعنی درباره اینه که wie sich all das auf Anschlag änderte. این که auf Anschlag یعنی در لحظه، توی یه لحظه، که چجوری همه چیز توی یک لحظه تغییر کرد. änderte. Das ist in Präteritum. توی حالت پرتریتوم هست، ماضی ساده. Denn was wir nicht wussten,
war, dass unsere Welt kurz vor ihrem Ende stand. Denn was wir nicht wussten چون که در واقع was wir nicht wussten اون چیزی که ما نمیدونستیم بود dass unsere Welt kurz von ihrem Ende stand. این بود که unsere Welt دنیای ما در حالت نومیناتیو kurz von ihrem Ende لغتیش میشه کوتاه از پایانش اشتاند زمان پرتریتوم هست ایستاده بود در واقع توی ایستاده بود در حالت ماضی ساده. اما اگر بخوام قشنگ بکنم و قشنگ معنی بکنم و لغت به لغت ترجمه نکنم بعد بگم که چون که ما نمیدونستیم که دنیای ما به آخرش نزدیک بود یا آخراش ایستاده بود آخراش بود دیگه. Und es gab keine Regeln an unserer Höhlenwand, die uns darauf vorbereiteten. Und es gab keine Regel و قاعده‌ای وجود نداشت قانونی وجود نداشت an unserer Höhlenwand روی دیوار غار ما die uns darauf vorbereiteten. این دی در واقع دوباره هستش relativ Satz که داریم میگیم که این دی برمیگرده به اون قوانین که اون ما رو darauf vorbereiteten برای اون آماده کرده باشن. vorbereiten auf یعنی آماده کردن برای چیزی و این darauf مربوط به سطح A2 هست که به جای اینکه بخوام بگم برای فلان چیز دوباره تکرار بکنم میتونم بگم براش، یعنی در واقع از دا به اضافه حرف اضافه استفاده میکنیم اگر که اون چیز باشه برای چیزی باشه و به صورت خلاصه اینجا شده darauf. این اقی که اضافه شده به خاطر اینه که حرف اضافه auf حرف اولش حرف صدا داره. خب من اگر بخوام یه بار دیگه این مکالمه رو این در واقع چیزی که تا اینجا شنیدید رو براتون بخونم آروم آروم میخونم و این بار دیگه کاری به دستور زبانش ندارم. Mit jeder Sonne kommt ein neuer Tag, ein neuer Anfang. Die Hoffnung, dass alles besser wird als gestern, aber nicht für mich. Ich heiße Ib und das ist meine Familie. خب تا اینجا گوش کنیم. Hoffnung, dass heute alles دیگه بابا Hoffnung, dass heute alles besser wird als gestern. Aber nicht für mich. Ich heiße Ib und das ist meine Familie, die Croods. Falls ihr es noch nicht erkannt habt an den Tierfällen und der fliehenden Stirn, wir sind Höhlenmenschen. Falls ihr es nicht erkannt habt an den Tierfällen und der fliehenden Stirn, wir sind Höhlenmenschen. Die meiste Zeit verbrachten wir in unserer Höhle. Im Dunkeln. Nacht für Nacht. Tag für Tag. Die meiste Zeit verbrachten wir in unserer Höhle. Im Dunkeln. Nacht für Nacht. Tag für Tag. Ja, trautes Heim, Glück allein. Wenn wir doch mal rausgingen, dann im Kampf um Nahrung in einer rauen, feindseligen Welt. Ja, trautes Heim, Glück allein. Wenn wir doch mal rausgehen, dann kämpfen wir um Nahrung in einer grausamen, feindlichen Welt. Für mich war es schon Kampf genug, meine Familie zu überleben. Für mich war schon Kampf genug, meine Familie zu überleben. Wir waren die Letzten in der Gegend. Wir hatten mal Nachbarn. Die Gurts, von einem Mammut zertrampelt. Wir waren die Letzten in der Gegend. Wir hatten mal Nachbarn. Die Gurts, von dem Mammut zertrampelt. Die Hawks, von der Sandschlange verschlungen. Die Hawks, von einer Zahnschlange verschluckt. Die Erfs, Mückenstich. Die Erfs, Mückenstich. Die Trox, Krippala-Infekt. Die Trox, Krippala-Infekt. Wir sind die Croods. Die Croods sind noch da. Wegen meinem Dad. Er war stark und er hielt sich an die Regeln. Und wir sind die Croods. Die Croods sind noch da. Wegen meinem Dad. Er war stark und er hält sich an die Regeln. Die an den Höhlenwänden standen. Die an den Höhlenwänden stammen. Alles Neue ist schlecht. Neugier ist schlecht. Nachts rausgehen ist schlecht. Praktisch alles, was Spaß macht, ist schlecht. Alles Neue ist schlecht. Neugier ist schlecht. Nachts rausgehen ist schlecht. Tatsächlich alles, was Spaß macht, ist schlecht. Willkommen in meiner Welt.
Aber diese Geschichte handelt davon, wie sich all das auf einen Schlag änderte. Willkommen in meiner Welt. Aber diese Geschichte handelt davon, wie sich all das auf einen Schlag änderte. Denn was wir nicht wussten, war, dass unsere Welt kurz vor ihrem Ende stand. Denn was wir nicht wussten, war, dass unsere Welt kurz vor ihrem Ende stand. Und es gab keine Regeln an unserer Höhlenwand, die uns darauf vorbereiteten. Und es gab keine Regel an unserer Höhlenwand, die uns darauf vorbereiteten. خب این تیکه اول از این انیمیشن جالب کروتس هستش. امیدوارم که حالا سرعتی که گفتم کم و زیادیش بد نباشه، خسته کننده نبوده باشه و چون که قسمت اول هست که با هم دیگه بررسی کردیم، با اینکه حدوداً 2-3 دقیقه بیشتر نبود، کمتر از 3 دقیقه، ولی نکات خیلی زیادی داشت و من سعی کردم که همه چیز رو بگم و به این اکتفا نکنم که فقط در حد A1 یا A2 بگم، تا هر چیزی که توش بود رو خیلی مختصر و مفید گفتم و رفتم جلو. ولی خیلی خوشحال میشم برای اینکه این کاری که داریم انجام میدیم ادامه دار باشه و بتونیم با هم دیگه این انیمیشن رو تموم کنیم و بعد بریم سراغ انیمیشن‌های دیگه، کم کم وارد سریال بشیم و همین رو ادامه بدیم. خیلی 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 برام مهمه که نظراتتون رو بدونم و بدونم که آیا براتون مفید هست یا خیر و میخواید ادامه دار باشه یا خیر و آیا دوست دارید که اون تیکه‌ای که میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم رو من اول برای شما بفرستم، سعی کنین خودتون متوجه بشید و بعد من برای شما اینجوری بفرستم. آیا به نظرتون فقط ترجمه رو بگم، ترجمه رو نگم؟ آیا به نظرتون دستور زبان رو تفسیر بکنم، نکنم؟ خیلی 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 برام مهمه که نظرتون چیه و امیدوارم که بتونه بهتون کمک بکنه و امیدوارم که چه نظر مثبت چه نظر منفی دارید حتما با من به